12 in the baby stuff. You that one guy the hoes used to rate love. You that one guy that blue and eyes fake love. Let a bitch ask for something, I'ma say no. Walk into the spot and run it like I'm Chris Breeze. Sweater by the gallery, I think the kick's easy. Talk about some Johnny Dang, white no kid cheese. Storm Johnny Cage with his punches shit easy. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. ویدیوی دیگه از من و هیوا. هیوا خیلی خوش اومدید به اتاق جدید ما. بیا ولفش بچه افتاده. ولفش بگو. ولفش افتاده. از این بوچی بگی. بوچی کدومه؟ خواهی با گرل ستابت رو به نظر من بوچی داره ایوان. بوچی کله بوچی افتاد. من یه دونه اسلحه میخوام. چقدر کیوته خدا این رینگ لایت رو با هم دیگه گرفتیم براش. رینگ لایت خیلی خوبی بود. این چی بود؟ اینو من یادم نمیاد این چی بود گرفتیم با هم. این سافت باکسه. واو. رینگ لایته. آره رینگ لایت منه. این سافت باکسه. کار کانتنت کریتور ندارن سافت باکس. آره این خیلی بهتره. اصلا کوالیتی صورتتون میره بالا ولی اینا نگاه کن الان هیوا یه 15% خوشگل‌تر شده من. ولی خب اینم خوبه ولی این بهتره. خیلی بهتره. آره سافت باکس خیلی بهتره. اگه نداشتیم این دوتا از این میگرفتیم. یکی اونور یکی اینور. مدلش نمیدونم چرا این پشتش نزده. آها اینه. آره کینگ پاور. اینو یادمون رفت. این حالا پشتشو ببینید استایلش چجوریه دیگه. 6 تومن با 2 باتری که میخوره. باتریاشو میخوره دیگه نیازی به پاور مستقیم نداره. کم و زیاد میشه. کارکردنش خیلی آسونه و اینا. میتونین نورشو آفتابی کنین، مهتابی کنین. اون رینگ لایتی هم که من دارم همینه تقریبا. رینگ لایت همین دارم مدل اسوای 3161 مانیتور داره روش. آره تو خودت کدوم پیشنهاد دادی؟ اینو؟ این رینگ لایت هم خیلی کارایی خوبی داره. آره. تو رینگ لایت اگه میخوایم بخرین یه چیز درست حسابی مثل این بعد بگیرین دیگه. یه چیز جوندار باشه. استودیو باشه. یه جوری وایسا انگار وسط باشه. جدی کوالیتی نور سافته خب بهتره چون چیزه خوبه. جفتش خوبه. آقا جفتش خوبه. چیز فتوسنتز داری میکنی. دوربین ای 6400 بذار براتون درش بیارم سکسی رو. آقا این من دوربین تقریبا الان 3 سال دارم استفاده میکنم. آخ نگفته اینجاش بقدر چی گسته. آخ نگفته. نگاه کن خدا سرشاهده دوربین میدی به یک نفر دیگه این کارو میکنه. تماما جنس محکم و خوبه. 4K A6400 واسه استریم لنزی هم که روش گذاشتم 35 میلی f1.8 لنز. حالا یکم دیگه دوربین میگم خیلی استفاده شده کرکسیفی داره ولی خب نوع واقعا خوب کار کرده برام. عرضم به خدمتتون یه دونه از این هاردا گذاشتم براش. 2 باتری دارم براش. دیگه چیز خاصی نداره دیگه. آلفا 6400
با بودجه فکر کنم 50 تومن الان بشه. هم لنزشو هم بدنشو خرید. این لنزو خیلی پیشنهاد میکنم برای بچه‌ای که میخوان استریم کنن. یه لنزیه که هم زومیش خوبه. دوربین هیوا لنزش فکر میکنم 50 میله، این 35 بگیریم بهتره، یه خورده دورتره. آره. و این چون لنز ثابته، اگه لنزی بخوایم بگیم که مثلا عقب جلو بشه خیلی گرون میشه. برید دیگه لنز مثلا 70 تومانی اینا، ولی این تو رنج بکنم 18 تومن 20 تومن خیلی خوبه. بدنش هم فرقی بین A6100 تا 6400 آنچنان نیست. اگه خواستین همون A6100 بگیرین یا دیگه بریم سمت دوربینای فول فریم. فول فریم اگه بریم که دیگه واقعی ریچ کیدم باید باشیم. نه برای کار مثلا استریمینگ خدا وکیلی. آره. حالا این کافی شاپ یارو میخواد بزنه 300 400 میلیون حداقل هزینه. آره. بیشتر یه تومن هزینه میکنه. برای استریم استارتی که میخوای بزنی اونقدری هزینه نداره. پایه هم بچا خواهش میکنم پایه بلند بخرید اگه آره. خواستید دوربین بگیرید. آره. یه پایه درست درمون. پایه خیلی مهمه هم برای رینگ لایت‌ها هم برای ریلا. این پایه خیلی خوبه، اسمشو نمیدونم. خانم هیوا گیر پایه میخره میره یه پایه این پایه خیلی مزخرف بود اصلا. نگاه کنید خیلی افتضاحه. یعنی اگه یه زلزله بیاد دوربینه پایه‌ای که الان من گرفتم براش مدل کانون کاچله. یعنی واسه خیلی پیشنهاد میکنم این پایه رو. تو رو خدا دوربینی نگیرین که لنزش ثابته. سوخت. خب جدی بچه نگیرین. یه لحظه اجازه بدید. میرسیم به آگوستیک آگوستیکا رو بچه‌ها من توی مشهد گرفتم. این مدل خیلی جواب بود واقعا، هم از لحاظ زیبایی باحاله، هم دیجیکالا داره، هم آگوستیک نمیدونم چی میتونیم بگیری با میخ. 3 تا دونه میخ زدم اینجوری. سعی کنین همین طرح رو بگیرین، ولی موقعی که میخوام میخ بزنین مثل من نشکنین. سعی کنین نشکنین چون پیچ میخوام بزنین، پیچ میگم میخ میخوام بزنین یهو میره. همین باگه. یه آلبوم پر از بچگی و تاپ سرعت. برو سراغ دوربین خودت. این کانون 250 دیه خیلی خوبه. دوست دارم اونقدر که لنگم باشم واسه تو پول هست. واقعا واسه استریم و یوتیوب خیلی خوبه. من شورت ویدیوهای اینستاگرام با این درست می‌کنم. من خیلی راضیم. از تنها چیزی که راضی نیستم لطفاً از لنزشه که خیلی زیادی ثابته دیگه. ببین ثابت خوبیه که اف 1.8 خوبه، ولی خیلی باید دور گذاشت دوربینو. خب به خاطر لنزیه که گرفتی، وگرنه خود دوربین خوبه. بچه کلا کنون ارزون‌تر در میاد، هم از لحاظ لنز. هم لنزی که ایوا خریده بود فکر کنم 5 تومن گرفتید نه؟ بدنه و لنز کنون ارزون‌تر از سونی در میاد بسیار. خیلی مغروم به صرفه تره. تقریبا همون کارایی هم داره. حالا سونی دیگه یه خورده یه سری چیزاش بهتره، یه سری چیزاش. اینا رو من یه توضیح بدم. سوخته یه دیگه. با داداشم دهنمون سرویس شد حقیقتا. اینو درستش کردیم. همین دقیقاً اتاق اونوری بود، بعد اومد دیگه اینجا قرار گرفت. آوردیم گذاشتیمش. اینو که بکنم معلوم میشه. این تو LEDه. LED RGB گرفتیم. اینا داکته، اینا پلکسی دوغی روش. کلا این مثلا ساخته این برای من داداشم فکر کنم 500,000 تومان در اومد. ایناش که دونه ورقی 10,000 تومانه، اینی که با میخ می‌زدم به دیوار. اینا روش هم دونه 10,000 تومانه. به نظر من خیلی خوشگله، من خیلی دوست دارم. حالا یکم به هم ریخته این. سلام. اکشن فیگوری که می‌بینید واسه همین رفته رو صندلی نشسته. اگه گفتیم واسه چیز 2 تا 2 چیز 2 تا 2 کم به کدوم 2 تا 2؟ ورد آف وارکرافت عملاً تو استوری ورد آف وارکرافت. بچه این نانولیف از ایران نخریدم. آره تو این ایران نداشت. اگه دقت کنید مثلا نانولیفایی که تو ایران اینجا سفیدای بزرگ البته الان موجود شده توی سایت‌های مختلف، ولی من اینو از دبی سفارش دادم. خیلی خوشگله. که اینطوری خیلی خوبه. این هم لوله بخاریمونه. بفرمایید اینجا توش اصلا افتاد. اینو دوست دارم تشخیص بدید که چیه. نمیدونم چیه. آره یه سنگ طبیعی هم هست. بگید که چیه. اینم که تابلو بچه‌ها برام بچه‌های ویور چیز کرده. درست کرده. اینم یکی از دخترای تو اینستاگرام بود که این چیزا درست کرد. مرسی کلی. خیلی خوشحال میشیم ماها چیزی برامون بفرستن، چیزی بهمون میاد. خیلی خیلی خوشحال کننده، با ارزشه. تو اتاقمون استفاده میکنیم، میذاریم یه گوشه، هر وقت میبینیمشون یاد اون اتفاق میفته. خیلی مرسی. این بچه کورنر لایته ساخت دست داداشمه، هدیه تولدم بود بهم داد. این رو هم با یه مبلغ خیلی مناسب درست کرد برام و خب نور بسیار باحالی میده اینجا. اینم که اینجوری آگوستیک زدم من اینجا. بریم آقا سراغ سیستم. آقا میباگیر نظرته؟ چرا به کنج دیوار عزلت نمودیه؟
برو بریم سیستم پسر همین گرگه. این سیستم رو من بچه‌ها تقریبا 4 سال پیش بستم. اون موقع خب خیلی خفن بود. بیاین یه لحظه بیا یکی از ویژگی تفاوت سیستم خودم با ایوان میخوام بهتون نشون بدم. سیستم من نسل 9 سیستم ایوان نسل 13 است. سیستم من با اینکه نسل 9 ولی یک مادربرد خیلی خفن ایس براش گرفتم. Z390 MSI ایس خیلی قدیمیه. اما تعداد ورودی‌های کابلش رو ببین. خیلی زیاد ورودی داره. حالا تفاوتش رو بهتون نشون میدم. این وای فایشه. واسه خود مادربرده. مال خود مادربرده. این دانگل وای فایشه و یه پاور 1000 داریم اینجا. 2 تا رم آروس RGB 3200 که 8 تا هستش هر کدوم، یعنی کلا 16 گیگ رم داره. گرافیک هم آروس 11 گیگ 1080 تی آی و کولینگ هم ایکی. از کولینگ هم خیلی راضیم. اینجا دمای سی پی یو منو دارید میبینید دیگه، روی 40 اینا نگه میداره. وقتی هم بازی میکنم نهایتا تا 50 60 بیشتر نمیره. سی پی یو هم که کورای 9 9900 کاه، یه سیستم قدرتمند اما قدیمی. این خوشگلی که اینجا میبینید هدیه علی بیگزمود به منه. هنوزی که هنوزه اگر این ویدیو رو دیدی من این برام خیلی ارزشمنده و هر وقت رو میبینم یاد گلت میافتم. جان سکسی گله ماچ به دلم برات تنگ شده. کیس چی بود؟ ما به این بگم به چه قول شما چیه؟ کامنت رو به من بگید. مانیتور MSI 160 هرتز میباشد در سایز 27 اینچ. این مانیتور خانم هیوا گرل MSI چیه هیوا؟ 70 هرتز این؟ آره واسه چت گرفته بودم من اینو. 24 اینچه. 24 اینچه 70 هرتز سفید نمیدونم این مانیتور. بچه‌ها واسه استریم خیلی خوشگله. خیلی بعد پایش برعکس هم میشه. پنسل بچه‌ها شکلشو ببینید سرچ کنید. من آره کیبوردم خیلی ازش راضیم. MSI ویگور JK70 فکر می‌کنم. ویگور JK70 بود اسمش. شورت نمیدونم یه بنده خدایی چه شورت اینجا چیکار؟ تمیز کردم برای همونجا. گلاریوس موس هم خیلی راضیم از لحاظ سبک بودن و اینا. واقعا موس خوبیه برای گیم زدن. بذار ببینم بچه‌ها موس هم اینه. ریزر گلاتوس کلو ماکس داریم ما. بچه‌ها اینم یه مایک مال هیواس مود USB مینی. به نظر مایک خیلی خوبه. تو تجربه استفاده که داشتی ازش از 10 بهش چند میدی؟ 9 عالیه، یعنی کوالیتی صداش خداست. کلا رود و من رود خفنه. بچهای استریمر اکثرا هایپریکس داره اکثرا، ولی رود خیلی کوالیتیش بهتره. نمیدونه نشون دهنده ساعت دما و آلارم داره که ما فکر کردیم چوبیه. وقتی خریدیم آوردیم خونه دیدیم روکش چوب زدم و این روکشش هم بسیار بیکی. ولی خوشگله. دیکس ریسر بچه ریسر بسیار قدیمی که رد و مارک های گربه اگه بشناسین گربه قبلی من و سانی. اینم که چیز دیگه اینم باید نشون بدیم. یه فلورپد اینم خیلی پیشنهاد میکنم. فلورپد خیلی نرمیه. من ندارم. من میگیریم براش. قول بده. اینجا یه دونه بچه‌ها مکبوک عنوان 2020 داریم. واقعا من ازش راضیم ولی خیلی کم ازش استفاده میکنم. نمیدونم فقط واسه زیباییه. باش فیلم میبینیم و اینا. مثلا اما این فیلمی که مثلا سینماش من اینو بعد ببینم. میبینیم حتما. نوار خیلی خوشگل داره این بالا. یه کیبورد خیلی ترتمیز، خیلی خوب شارژ نگه میداره. ان شاءالله که بتونم یه سری استفادهایی که دارم مثلا همین الان با گوشی ایوا داریم رکورد میکنیم میریم تو این با آپلود میکنیم. آره این خوبیش اینه. کاربرد داره. کم ویندوز بیشتر. قطعاً بیشتر. ویندوز بگیرید. بچه‌ها اینم خیلی یا تو استریم توی ویدیوهای همه چی من میپرسن که این چه مدلیه؟ این مدل ریزره. سری ریزر دیگه بزنید همین میاد. من اگه سختشو گرفتم کوالیتیش هم خیلی خوبه ولی به هدفونش هندزفری گیمینگ ریزر. هندزفری گیمینگ. چند گرفتی؟ 1.800 ولی 2 خورده‌ایه فکر می‌کنم بی‌ارزه به نسبت هدفون برای اونایی که میخوان شروع کنن. گوشمو خیلی آره هدفون کلا اذیت زیاد میکنه. صندلیت رنجو حالا اینو میتونید بچه از دراگون شاپ بگیریم که تخفیف من هست هیواگر میتونیم بزنیم 500,000 تومان میتونیم. اگه خواستیم میتونیم پس بچه صندلی رنزو هم از دراگون شاپ خرید داشته باشیم. یه مثبت آشغال داره میشه. هنوز مثبت نخریده خانم. ان شاءالله در سال‌های آینده. خیلی بده
موست خوبه به نظر من، موست خوبی داری. خیلی بده. موست لاجیتک برای دستای کوچیکی مثل تو واقعا خوبه اون موست از نظر من. لاجیتک G102 خب لاجیتک G102 بعد سبک خوبه بچه ولی موست‌های بهتری هست وجود داره. فکر کنم از لحاظ قیمت خوبی داشته باشه ولی نه. حالا الان بگو مثلا شده باشه 1,500 به نظر من خوبه نه؟ هرچند شما خانم ایواگر در گیم ها به هر حال با هر موسی دخترها واقعا از لحاظ سطح گیم پلی بسیار پرو هستن و ایشون جزو یکی از بهترین ها در سطح بین الملل هستن. این مانیتور وسطی LG 24 اینچ 144 هرتز فکر می‌کنم. 144 هرتز. اینا هم سامسونگایی که دیگه از رده خارج شدن واقعا، یعنی اینا از رده خارج شدن. الان این دو تا مانیتور منن، بعد عوضشون کنیم حتما. ولی خب به درد چت خوندن اینا میخوره، کوالیتی بدی نداره، دست دوش رو فکر می‌کنم بتونید گیر بیارید. اینم که مثلا حمید هایپریکس دیگه این مدلش معلومه. مایک من به نظرم خیلی بهتره. میتونه باشه. هایپریکس مثلا میوت داره واسه استیل خوبه ولی کوالیتی خودو نداره به نظرم. ولی هم قیمت هم تقریبا فکر کنم درسته؟ بعد عشق من کیورد زیبای ایواگر. عاشقشم بچه‌ها. این یعنی به شدت پیشنهاد می‌کنم نسبت به قیمتش. رد دراگون مینیه. رد دراگون برند بالیه. واسه گیم خیلی خوبه دیگه. صداشو بزن. من احساس می‌کنم صداش زیاده. کیبورد من همینوشو خیلی دوست دارم. بچه رنگ پسرانه هم داره، دخترانه هم داره، خیلی خوبه. خیلی اونجا چی داری باگر؟ اکشن فیگورای قشنگ زیبا. سوسک شدم. و کیس خانم ایواگر رو داریم. جیگر طلای مادر. دست 13 کیسش قیمت مناسبی داره و الان خیلی بروزه این، یعنی رو بورس این کیس کلا خواستیم ببندیم. منم پیشنهادش میکنم به شخصه. خیلی خوبه واسه اینتل کورای 5 نسل 13400 این بچه‌ها و مادربردش هم زد 790. همه رنگاش هم حالا سفید داره دیگه. رماش هم کورسیر 216 انداخته که جمع میشه 323200. دیپ کول واترش هم لیکوید دیپ کول 360. خیلی خوبه. ویجیش همون گرافیکش هم 3070 ایسوس فکر میکنم دیگه. آره ایسوس و مدل ویژن ترش هم باید بشه از اینا بسه. آره مدل ویژن. کیسش هم که لیالی O11 خیلی خوبه، یعنی متعادل و زیبا. آره کیس جادار و مطمئن. بعد بچه طراحیش هم خیلی بالا. این گوشش از این دارم درست میزنم اینجا دو داره. پناه هم بگو 120 سه تا دونه از این پکای ستاییشه. رنگ این گیگلیش تغییر میکنه. اینجا بچه‌ها چند تا دکمه داره برای کجاست اینه؟ آره. بیا نشون بدم اصلا چند تاشو. من ریستارت بود مثل اینکه خب بزن پایینی شد. بچه‌ها این رنگاشو تغییر میکنه. خیلی بالا دیگه. من اینو معمولا میگم کیس بالی. آره کیس پیشنهادی منه. و اینجام یک شمی که به اتمام رسیده و یه دونه از اینایی که کار نمیکنه. نمیدونم چرا خراب شده این چرا. هدست منم یادمون رفت بگیم چی بود این خدایا. اینقدر اینا رو من قدیم خریدم همه رو یادم رفته. لاجیتک G502 فکر میکنم. آها اینا مثلا بگم ما دو تا کپچر کارت. بیا کپچر کارت همون بچه‌ها. دو تا کم لینک 4K خیلی خوبه. الگاتو اینجا دو تا دوربینامونو بهش زدیم. دو تا کم لینک الگاتو بذار در بیارم یکیشو بهتون. این خیلی چیزا اینا حتما بچه‌ها کم لینک همینو بگیرین. فقط خواستیم برای دوربینا و کم لینک یعنی کیفیت خوب بهت میدم. گرون هست ولی دیگه مجبوری آدم بعد همچین چیزی رو استفاده کنه دیگه. کارش نمیشه که 12 تومن خیلی زیاده ولی خب واسه کوالیتی که میده دیگه. یه دونه هم HD60S که تصویر رو از این مانیتور میدیم به این سیستم که هنوز موفقیت آمیز کامل نتونستم اجراش کنم. کلی باگ داره اینا. یکم سخته ولی شدنی. خب ایواگر حرفی سخنی. مرسی که تا آخر ویدیو رو تماشا کردیم. اگه این ویدیو خیلی لایک و کامنت ها نمیگم چند تا ولی خب خیلی اگه خیلی لایک و کامنت خوبی بگیره دارم حرف میزنم. خیلی بیادبی قرار توی خونه رو هم بهتون نشون بده. یعنی میشه چی؟ پس اگه لایک و کامنت خوبی ویدیومون بگیره
هاوستورم بگم یه هاوستور خفن براتون میذاریم. حتما دیگه 500 تا لایک و خیلی نه؟ هر چی دوست، هر چی بیشتر. ببین خفن حمایت کنید خدای دیگه. من اینا داریم زندگی رو شروع کنیم، دوست داریم از سمتتون انرژی بگیریم. دوستتون داریم. مراقب خودتون باشین. ماچ